اصلی حقیقت درک نکردیم. الله می فرماید ما اهل قریه ها را هلاک کردیم. کی؟ الله عادل ذات است، چرا هلاک میکنه؟ لما ظلمو، هرگاه کیا ظلم کرده. چی ظلم کرده؟ دلسوزترین اشخاص در جامعه کی است؟ دلسوزترین اشخاص، مهربانترین اشخاص، لایقترین اشخاص، انسانیت دارنده ترین اشخاص انبیاء علیهم السلام است. ولی قوما در مقابل انبیاء علیهم السلام چی کردن؟ امروز در جامعه ما قمارباز جای داره، شرابخور جای داره، زناکار جای داره، دزد جای داره، غاصب زمین و ملکت ها جای داره، دروغگوی جای داره، جاسوس جای داره، غلام امریکا و روس و دنیا استعمار و کفر جای داره. کی جای نداره؟ کی جای نداره؟ اگر حق گفتی، اگر حق بیان کردی، اگر مردم در روشنی قرآن قرار داری، جای نداری. جای تو باید زندان باشه، یا از وطن فراری شو و یا باید در زندان زندگی بکنی، یا مهر سکوت در لب بگذار. هر منکر که میبینی باید لبت شور ندی، نگو کی منکر است، بلکه تایید کن. من حیث یک اصل دموکراسی ایره تایید کن که وطن دموکراسی است. حالی مردم میره میگه، مردم عوام ما میگه اگر کدام منکر میبینی بیادر دموکراسی است، چی میکنی؟ حالی بیادر دموکراسی است. این صدا را از هر دهن میشنوی، خبرداری نی و خوشم بشه و فخرم میکنه و دفاعم از این مفکوری لعنتی میشه. خیر ما ظلم نمی کنیم. در او زمان انبیاء علیهم السلام جا نداشتن. در کدام قریه که تولد شدن در اونجا تا آخر دعوت نتونستن، از دست قوم مهاجر شدن. زمانی که مردم از سنگ پرستی به الله پرستی دعوت میداد، امی مردم در مقابل میخیست میگفت این بچه و پدر جدا کرده. امروز موحدین حق، دعوتگرای توحید الله سبحانه و تعالی جای داره، در مسجد جای نداره. قوم جمع میشه میگه در مسجد ما نبی، یا عمل سنتی ترک وگرنه تو در مسجد ما نبی. کدام جای نداره؟ الله بسیار حلیم ذات است. الله بسیار حلیم ذات است، بسیار حلیم ذات است. ببینی اگر این معامله یک دفعه روشن شود و الله از عدالت خود کار بگیره و زود عذاب بده، کی هست که نجات پیدا بکنه؟ در پالوی ظالم کی استاد شده؟ دفاع از ظالم کی کرده؟ تقویت ظالم کی کرده؟ لیکن الله سبحانه و تعالی در این آیت می فرماید و جعلنا لمهلکهم موعدا، ما برای هلاکت از وا تاریخ مقرر کردیم. یک ظالمی که 4 روز نعوذ بالله خدا معرفی میکنه، نعوذ بالله الله معرفی میکنه که من این کار میتونم، اینی را بندی میتونم، اینی را ظلم میتونم، اینی را کشته میتونم، اینی را تعذیب میتونم. فکر نکو که این خیر است برای من. الله حجت خود سرت قائم میکنه، دلیل سرت خوب ثابت میکنه، خوب میدان برات میده. لیکن باز گرفت الله گرفت است. و کذالک اخذ ربک، اینمی قسم گرفتاری پروردگاریت است. اذا اخذ القرى، زمانی که اهل قریه ها را میگیره و هی ظالمتون، در حالی که اهل قریه ها ظالم باشه. ان اخذه علیم شدید، یقینا گرفت الله دردناک و سخت است. عقیده داریم با آخرت؟ عقیده با آخرت داشته باشم من ظلم میکنم، بنا حق کسی را شیطانی میکنم، حق کسی را میخورم، زمینش از خود میکنم به دعوای نه حق. خیر است که بچه کاکایت قاضی است یا سارنوال است، میتونی بنا حق خانه کسی را بگیری. تو عقیده به بازخواستی الله داری، به ملاقات رو برو شدن الله داری، به عذاب قبر عقیده داری.
به سوال و جواب عقیده داری؟ ایمان ضعیف است، یقین ضعیف است. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال پیام توحید مشترک شوید، صفحه فیسبوک ما را لایک کنید و به تلگرام عضو شوید.